دریایی خورا کجا هم؟ بیام پیش مرد ماهیگیر. میرسیم به پرس 2 نفره کلیکا سالمون میگو. لیو با ماهی یه مزه دیگه داره. یه دونه‌شو واسه تستی باز کن ببین چه گوشتی داره این کلیکا. اینا کبابیای ما انا. این کلیکای بندرانزلیه. بهترین ماهی بندرانزلی میشه این ماهی. فیله بدون استخون، بدون شکم، بدون سر، راحت خورده میشه. چیپسی ماهی که میبینید و بدون سر، بدون شکم، بدون استخون، فیله میدیم اینجا. این ماهی که میبینید ماهی سیوسه. ماهی سیوس ماهی استرالیایی که تو خلیج فارس پرورش میدن. یه ماهی خوبه. اینجا ما ماهیای روزمون ممکنه ماهی سنگسر طلایی باشه، ممکنه شوریده باشه. ماهی متنوع تو روز میتونیم بیاریم ما. اینم قزل سالمونمونه. این ماهی‌ها همشون بدون تیغه. تمام ماهی‌ها تو مرد ماهیگیر بدون تیغ، با خیال راحت اینجا ماهی بخورید. کنارش سس‌ها و مرینت‌های متنوعی وجود داره. لذت ببرید از ماهی خوردن. بریم واسهتون ماهی کبابی بزنم لذتشو ببرید. همه ماهی‌ها بدون استخون. اون سالمون قزله، این قزلالاست، اینم قزلالاست، اینم 4 سیخ میگو، یه پرسمون 4 سیخه. 4 نوع مزه داریم. این مزه آلو سیر و کرمونه، اینم مزه دودیمونه، این مزه سبزیجاتمونه، اینم مزه تندمونه. رنگی داره. چه رنگی داره. ما هر ماهی هر چند تا مزه بخوایم واسهش میزنیم. وای عجب چیزی بشه. اینو کلا واسه دودی میکنیم لذتشو ببریم. ببین خوراک تند خوراست. اینم واسه دو مزه میزنم تند و آلو سیر و کره. کیفشو ببرید. مزه‌ای که میبینید واسه حین پخت ماهیه. ما کنار همراه خوردن ماهی 4 نوع سس دیگه داریم که فریه. سبزیجات سیر ترشه و تند. واسه یه ساندویچ بدم بدون فیله بدون یه ذره استخون. 5 تا میگو میاد روش. این ساندویچ قزل میگوی شعبه ستارخانمون. بریم واسه تون ماهی رو بدون پوست کنم ببینید چطوری کریسپی درست میکنیم ما. کاملا بدون پوست. از اینجا میندازیم داخل مرینت مخصوصمون. قشنگ مرینت خورش میکنیم. یه مایه مخصوص قشنگ که مرینت خور شد داخل آردمون. بعد حسابی با آرد این فیله ماهی سیبسته. بریم واسه تون ادویه خور کنم این کلیکای بندرانزلی رو ببینید چی کار میکنه. خودمونه خودمونه که یه مزه خاص بده کلیکامون. بریم واسه تون ماهی کریسپی درست کنم عشق کنید. این همون هامسیاسا کلیکای بندرانزلی. اینم از ماهی‌های سیبسمون. کریسپی اینقدر تمیزه همیشه عوض میکنن. ماهی اگه روغنش تازه نباشه اون مزه رو نداره. ما هم واسه مشتریا که بخوایم کیف کنن از ماهی خوردن سعی میکنیم ماهی روغنش رو تازه بزن. دریایی خورا کجا هم؟ بیام پیش مرد ماهیگیر. ماهی درجه 1 چیپسی راحت خورده میشه تو مرد ماهیگیر. این پرس سالمون کبابی مونه که 2 تا مزه روشه، آلو سیر و کره و تند. این پرس سیبسمونه، سیبس کریسپی مونه. هم ساندویچمونه، ساندویچ قزل میگو. میرسیم به پرس 2 نفره کلیکا سالمون میگو. 2 نفر بخوره فوله. سالاد فری، سسا فری، نون فری و دمروش باقلوا. آخر سر به خاطر اینکه سردی ماهی رو بشوره ببره اینم فریه. خب مرد ماهیگیر آدرستون هم به ما بگو. بودیسمی های عزیز، آدرس ما ستارخان بین حبیب اللهی و دریانو روبروی خیابون نیایش، مرد ماهیگیر.